بازسازی خوشرکاب قسمت دوم. اگه میخوای بدونی سرنوشت این ماشین چیه، پست قبلی رو حتما ببین. تصمیم گرفتیم بازسازی رو از فنی ماشین شروع کنیم، ولی یه مشکلی وجود داشت. خوشرکاب بعد از چند دقیقه روشن موندن سرفش میگرفت و خاموش میشد. آقا پیمان که دستی براتش داشت گفت میدونم ایرادش چیه، فقط برام آچار بیارین. به پمپ سگوش شک داشت. از پیمان اصرار رو از خوشرکاب انکار را دستش نبود و نتونست. پس رفتیم سراغ کسی که واقعا این کاره باشه. کف جاده ساقه، مغازه به مغازه و گاراژ به گاراژ گشتیم تا سرنوشت دست عمو سعید گذاشت تو دستمون. با تجربه و این کاره گفت غمتون نباشه، کارتون رو راه میندازم و رفت تو پروسه اداریش. ما رو هم دعوت کرد به گاراژش. اینجا همه ماشینا قدیمیان و بازنشست شده، ولی هر کدوم تو روزای اوجشون یه داستانی مثل خوشرکاب داشتن. پسرعموی خوشرکاب هم دیدیم که حال مساعدی نداشت، پس امیدو بستیم به خدا و برگشتیم شرکت. فردای اون روز حاج سعید زنگ زد که مکانیکو فرستادم. عمو محسن رسید. تجربه تو چهرهش موج میزد، یه دوری دور ماشین زد و گفت این که خوشرکاب خودمونه و رفت بالا سر کار. حدس پیمان درست بود و مشکل خرابی پمپ سگوش بود. عمو محسن گفت جلدی برو یه پمپ سگوش بگیر. نمونه رو برداشتم، فندق آتیش کردم و جنگی رفتم خریدمش و برگشتم. عمو محسنم جنگی بس سر جاشو گفت حالا این پیرمردو بیدارش کن. اینجا هم هماهنگی‌های لازم رو انجام دادیم که خوشرکابو به خاطر مشکل پلاک شبونه ببریم گاراژ. حالا اگه می‌خوای بقیه داستان خوشرکابو بدونی منو فالو کن و منتظر قسمت بعدی باش.